To next quarterfinal, men under 60 kilo in blue judogi from Tajikistan, Mehzod. دوستان عزیز درود میگویم برای شما با همه بار دیگر و همه شما و اکنون شروع میکنیم از رقابت پهلوان تاجیکستانی مهرزاد صوفیوف. مهرزاد صوفیوف پهلوان تاجیکستانی کبودپوش است. حریفش میزبان مسابقه توران байрамов با جودوگی سفید در مرحله 4 یگانه‌های با هم نیروسنجی میکنند. البته از دقیقه های اول توجه байрамов در حال برای اجرای اصول است. معلوم است که байрамов مسئولیت میزبانی خود را به خوبی میداند و توجه از سریاستین داشتن و از گریبان با دست راست خیلی مستحکم میدارد توران байрамов و توجهش فکر میکنم باز به همون سمت راست است. پهلوان آذربایجانی را مهرزاد هم البته به خوبی میداند که بر مقابل کی هنرنمایی میکند. به همین خاطر توجه پهلوان ما برای اجرای حرکت های کار در زمین است. یک مرتبه تلاش کرد مهرزاد و کوشش هایش به آن خاطر است که حریف را به پشت گرداند و در حالت استحکامی نگاه دارد، ولی از این موقع مشکل تر است برای مهرزاد صوفیوف. خب توران байрамов دوستان عزیز قهرمانی در قهرمانی جهانی جوانان سال 2021 نشانی نقره را به دست آورده بود. مدال طلای گرند اسلم را در تفلیس سال 2023 دارد توران байрамов. همزمان یک مدال نقره دیگر از تاشکند در سال جاری و یک برنجی در سال 2022 از تفلیس. نتیجهش بهتر و خوبتر هستند البته، ولی ما توجه میکنیم با اجرای شکی از جانب مهرزاد صوفیوف و اکنون امتیاز یک کار مال خود میکند پهلوانی ما و این کنم دارد که باز فشار را بهتر و خوبتر کند، ولی نه چون پرتافتی عالی داشت مهرزاد صوفیوف ولی در هوا خود را چرخش داد. توران байрамов از حالت مشکل تر کمی رها شد و به هر حال صوفیوف توانست که اکنون یک قدم پیش گذارد، ولی یک قدم پیش گذاشتن مهرزاد صوفیوف اینجا امتیازی وزری در اول داور یوکو با گذاری کرد و بعد یوکو باز پس گرفته می شود. با مهرزاد صوفیوف امتیازی وزری داده شد. خوب است یک قدم پیش می گذارد پهلوان 25 ساله تاجیکستانی و قدم به قدم برای خود را به مرحله نیم نهایی هموار میکند. ولی حالا وقت است، حالا ما چیزی گفته نمیتوانیم چون هر ثانیه میتواند که تقدیر رقابت را حل کند. هر عمل کرده که صوفیوف اجرا میکند میخواهد اون را با امتیاز سپری کند. байрамов خواه برای جبران کردن امتیازی از دست رفته تلاش میکند، ولی این شکل عمل کرده صوفیوف به نتیجه بود. مهرزاد صوفیوف در گرند پری دوشنبه نشانی برنجی گرفته بود و در گرند اسلم در مهمه امسال در دوشنبه تا به مرحله نهایی آمد، اما شکست خورد. فشاری байрамов را ما اینجا میبینیم. خب کم فولی байрамов مشاهده شد و در هر ثانیه اکنون میخواهد که فرصت های مناسب را جویا شود. پهلوان میزبان معذرت پهلوان آذربایجانی و چگونه عمل کردی حال پایزنی خیلی سری وقتی و امتیازی پاد را به دست میارد مهرزاد صوفیوف. چی فندی زیبایی داشت در همین حالت. پهلوان تاجیکستانی بسیار خوب درخشید واقعا با باوری بر مقابل یکی از پهلوان بسیار با تجربه عمل کرد انجام داد صوفیوف و بلاخره حریفش رو با امتیاز کاملی ایپان ناکام میکند. راهش رو به مرحله نیم نهایی هموار کرد مهرزاد صوفیوف. اکنون صوفیوف با